ماشاءالله. نه پشت صحنه است. عشق من. چای ببخشید. میشه جی. عالی. تیکم کلوز شما رو داشته باشید. گروهتون رو داشته باشید. سلام خانم، خیلی خوش. سینگل هستین دیگه؟ منتظر نامزدامون. این ریلی گم چی بفرمایید تو. چه انگیزه وایسا ببینم. یه شای 2000 اینجا مهمونی منه ها. مجردی راه نمیدم. بدو بیدم. داداش ما با همون سه تا خانومیم که همین الان رفتن داخل. کجا؟ آها پس این دختر خانوما با شما بودن. چه نسبتی دارن باهاتون؟ ما یه سال نامزدیم داداش. آها برای ورود به مهمونی باید شرایط ما رو داشته باشه. شرط اولو داشمنتی بهتون میگه. شرط اول اینه که کارت پایان خدمت باید داشته باشی. که نداره. بفهم خدمت شما فکر کنم اگه بری خدمت انبری بیش نباش. شما هست شدی یه قدم برو عقب. باریکلا. شرط دومو داش مسعود میگه. بابای لیفتراک. باریکلا. خدمت شما بفهم. شما هم هست شدی. شما رفتی فینال. من گفتم برو. پدرزان لوکو اشتباه اومدی ها. خونه سالمندان 4 تا کوچه پایین تره. آقا اومدی مهمونی ها. خواهر من اگه پدرزانتونم نمی آوردین ما شما رو راه میدادیم. این پیرمردو چرا با این سن و سال کشون می‌کنید؟ پدر چه عشقمه. شوگرشه. پرسای نتیجه شما جواب میده. جواب اینجا کیه؟ سلام، خیلی خوش اومدید. داماد هستم. از خانواده عروس هستید درسته؟ شما دیالوگ شما؟ ای والا الان بهش زهرام قبرا 2 طبقه هستن. منو خانم منو والا الان قبرای والا الان بهش زهرام والا الان بهش زهرام. من 20 ساله که دستم تنگ بود نتونستم برای عشقم عروس بگیرم. چی میشه مگه 105 بعد من وارد میشم میگم چی شده داداش چرا ناراحتی فلان سال. بعد کات میخوره حسینا رو نشون میده. میگه والا اومده میگه من صاحب مطلب میگه والا من صاحب نمیگم. من برمیام میگم که خیالت رو از دیگران نشه. یک این چرا دوتا چی گذاشتی؟ یه موزیک بذار در حد و شأن مهمونی من باشه. بذار شارژش کن. شارژش کن ما بهتره کنم. آبر پسر چیکار داری می‌کنی؟ موزیک قشنگ چی داری؟ برو من
الان رئیسم همه جلوم خم شدن شما خفن اینجا شدیم جمع دوره بیا اینجا با صرف بشه پس گل من حامد تبریزی اومده باز رد کنه بعد اسمم حامد گاهی شهر رو آروم جنسم نابه و اونم به شرط چاقو اینجا رئیس منم بدن رو بچه آروم حتی میرم همیشه کنارم چند تا خانوم کل ایران منو میشناسه عشق داره واقعا اول نیستم فقط عشقشو داره زن خرو داره نمیکشه از دن خجالت میگه شوگرددی هم اونم اصله سالا خیلی تو نرو چون من آسه میام ولی با یه چاقو و یه راسته میام میدونی حرفام همه راسته ها باز تو باخ نیستی توی باخته داشت همه اینا رو من یه تنه ساختم بچه پایین نمیره باخت نه تو رو نمیذارم آخه میکنم آسم علی بیا پیش خودم اگه بعد تو خواستم یه سر علی اولام شهر میکنم راستش من روزی دوتا بچه میخورم میگی بسته حامد ولی بسته میکنم اصلا چرا سار رو اینا رو جمع نمیکنم میگی که شهر نمیدونی معلوم سیاهه اینه آتیشی شدی تو بپا نشتی خوده اینجا همه چی رو حواسیت معلوم میخوبه تو این هیرو میره آقا میخواد عروسی کنه رو بخ نگیر دادا بیا پولت با ما نفهمیده شکرددی یا شوگر بابا اصلا پیش خودم وایسا بیا سودت با ما منو دیدی شدم افتخار روزت دادا اصلا همه جمع کنی میخوام پنگ کنم روز اول اینجا رو بردم رو هوا شدم رئیس اینجام دادم بعد طلبات واسه خط این بحثم همه بلند صلوات پسر جان کلیدی رو سر صورتت چی؟ کلیدی رو سر صورتت یعنی چی کلیده؟ او عمو سفیدت خجالت بکشه عمو جان دوست داری بدونی کلیدی رو سر صورتش 3 مرحله الان به توضیح میدم مرحله تو تا کام بگی دیگه عمو جان دیگه کوکا مخابرت شارژش کنه شارژش کنم عمو جان مرحله برو مرحله سوم یا عمو جان بخور بشونه الان میفهمی چی رو سر صورته چرا کم داشتی دیالش خوبه چشو افغانی دیالش بلند بگو لا اله الا الله